خلاصه گلی خانم، ما با این امیر آقای شما خاطراتی داره. به خیال شو زاغول. خاطره بگو زاغی جون. امیر دوزی از سوپری سر کوچه را برا گلی خانم گفتی؟ زاغول خفه شو. واقعا؟ نه بابا شوخی بود. شوخی چیه؟ یعنی یه جور 5 تا چیپس و پفک تو لباس جامه داد، کاپرفیلد نفهمید کجاشه. چه باحال. شرت میدم زاغول. ببینش مگه نگو. بگو اونا بگم نصف ساندویچ تو جو افتیده بود، شرط بستم کی مخوره؟ ای نگو که امیر بوده. گلی خانم یه جوری ساندویچ جوبی را گاز زد. واقعا حیوان نفهمی هستی. بچه‌ها یه قرار سینما بذاریم. حتما مریم خانم هماهنگ میکنم. من همین هر وقت مکانه داریم قرار سینما بذاریم، اونم سینما قلک سانس 2000. هر وقت مکان ندارین؟ یعنی هر وقت جایی برای رفتن نداشته باشی؟ یاده با اون دختره رفتم سینما، من دو ردیف عقب در زاغمه زدم. خدایا من با این چیکار کنم؟ هیچ وقت با من قرار سینما نذاری ها. با امیر فقط باسی فیلم زبو اصلی ببینی. چطور؟ نگفتی دانشگاه زبان پیشا سه بار افتیدی؟ آخر گوشی استادا دزدیدم تا نمره بده. من یه کار فوری برام پیش اومده باید برم. ناراحت شدی عزیزم؟ گذاشت و رفت. زک دروت زاغول.